امسال با این مهارت‌ها استخدام میشی. در سال 2026 دیگه فقط بر اساس میزان تحصیلات و رزومتون مورد توجه قرار نمیگیرید، بلکه کارفرمایان بر روی مهارت‌هایی تمرکز دارن که هیچ ربطی به میزان تحصیلات شما نداره، ولی به همون اندازه ضروریه. مهارت اول، ارتباطات. منظور توانایی مکالمه و ارتباط برقرار کردن به صورت عمومی نیست. هدف اصلی کمتر گفتن و واضح گفتن هست. پرداختن به اصل مطلب در مدت زمان کوتاه‌تر با بازدهی بیشتر. مهارت دوم، سازگاری. سازگاری یک ویژگی شخصی نیست، یک عادته که شما باید در خودتون پرورش بدید. توانایی تطبیق دادن خودتون با تغییر شرایط یا تغییر سیستم کاری. افرادی که خودشون رو وفق میدن مورد اعتماد به نظر میرسن. مهارت سوم، هوش هیجانی. شما باید بتونید بدون حالت تدافعی و درگیری مخالفت کنید یا مخالفت ببینید. رهبران با هوش هیجانی بالا تیم‌های قوی می‌سازند و این مهارت خیلی مهمیه. مهارت چهارم، همکاری. توانایی همکاری با افرادی که مثل شما فکر نمی‌کنن. افرادی که پیشرفت می‌کنن منتظر شرایط مساعد نمی‌مونن و با افراد دیگه برای رسیدن به هدف همکاری می‌کنن. مهارت پنجم، حل مسئله در شرایط دشوار. توانایی تصمیم گیری و پیشبرد هر پروژه‌ای در شرایط ابهام یکی از مهارت‌هایی هست که برای ارتقای شما به سطح بالای مدیریتی ضروریه.